تا توافق نشده نهایی تحریما هنوز هستن. پس ما باید یه ویور الان بگیریم که بتونیم نفتمون رو بفروشیم، کار بانکمون رو انجام بدیم. اینها باید آزاد بشه به طور موقت تا زمانی که ما در حقیقت تحریما رو به طور کامل برداریم. از الان این ویور انجام شده. بس این بود که ما باید چارچوب چگونگی پیگیری تحقق این بندها رو تا پایان 60 روز انجام میدادیم. یه بحث هم این بود که ایران به جنبندی رسیدیم، با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه بر اساس ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیکی بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره.